سلام، امروز اومدیم توی اسید کورس جمع کنیم. تو سرور رود امپایر هستیم. همین دیگه. پیجو هم برداشتیم، پارس افسانه‌ای. بله ایشون هم امیدوارم که برو باشه و بتونیم بندازیم باش. بذار من چند تا از این کارا رو انجام بدم سریع، زود، تند. کجا میری؟ فرار نکن. من شوماخر نیستم، میدونم همتونم دارن تو اسید کورس اومدیم برای فانش بازی کنیم، یکم هم حال کنیم دیگه، درخواستش بدیم. البته ماشینش خیلی قوی تره بازی البته واقعیت به نظر اون همه ارزش خرید نداره. هر کی نظری داره بذاریم بیاد ببینیم چی میشه. بیا ای برادر. هر کی منو ببینه میپرسه که این عاشق دیوونه چشه. زارنده نیستیشه ولی چه میشه کرد؟ داشتم تصادف کرد. از این پشتش میره، نتش خراب میشه ولی ما میندازیم وسط بشه. دراسی کم برخورد داشتیم. رد کردیم. مانو میده چهره. خوبه ما رد کردیم. هنوز بریم. واه ما هم خراب کردیم. نو سیویکه داره میاد. سیویکم خیلی بافه بچه اصلا تو بازی. اونایی که میدونن کلا سیویک سطح دیگه است. هندلینگش مخصوص آدم نمیتونه بگیردش. هیوی تو هیوی ترافیک اصلا نمیشه بگیردش. پارس دوست داشتم. برو چرا میای یه لحظه؟ چرا؟ اصلا چرا تو باید یه لحظه تغییر مسیر بدی؟ تصادف کرده نه 450 است. تصادف کرده یا هرچی بره. بکش برم شکارش. برو تصادف کرد ولی شدید نبود.
یکم برخورد داشتیم اونجا رو خوب جمع کرد انصافا. چهار رو به 3 میدیم. شاید باورت نشه بعضی ها 3 خیلی جواب 4 پاس از 5ش بعضی ها بیشتر فکت. سریعت میکنیم اینجوری منتظر میشیم بیان همینجا منتظر بشیم خوبه. آی ببخشید معذرت. آجی ببخشید یکم پشتش باشه ببینیم چی میشه. نتش بعده آدم میترسه کلا. خوب داریم میدیم هنوزم تصادف میکنه پژو. میندازیم آمبولانس یه دونه میگیم که دیگه سیلیکه رو بگیریم بکش که اومدم بچه آمبولانسی کثیف کار میکنیم. حرکات زشت ولی خب دیگه نیازه. بعد کار کردیم سیکتار خیلی قشنگ خدا وکیلی حلالش سیک پایه هندلینگش ولی خب دیگه خدا وکیلی خودشم خوب داره میره بعد میره. برو الان میرسیمش. خدا وکیلی میترسم ازش سفاز بگیرم یه دست میزنم هر وقت میشه. برو بکش دیگه بکش دیگه کار تمومه. بکش دیگه هارجی اومده کار رو تموم میکنه. این دیگه ترسیدم خدا وکیلی اونور میرفتم تصادف کرد. تصادف کرد و این بده. خوب داشتیم میرفتیم انصافا دقایقش بهتر بود. جایی که میبینی کات زده مثلا چیز مهمی اتفاق نمیفته کلا کات میزنیم که حوصلتون سر نره. یه دستم بگیره حسن خدام تصادف کنیم تمام کنم. پشت 405 اومد. بیا ببینم اومدی. منتظر سیویک است فکر کنم دوستش
که اومد. نتش خرابه ولی یکم داداش هم سیفی رانندازی حالت خوبه. حالت خوبه زی مطمئنی؟ با پارس دوست داشتنی اسم ما که چیز میزاش رو درست کنیم حداقل مثلا بزنیم آماده است باشه. رینگیناش رو درست کردم. امیدواریم که قبول کنه ولی میدونم که قبول نمی‌کنه. برام میکنه مارا دفاعی میدین چهره منفی هستش. سرعتمون کم میکنی براش. چه حرکتی بود وقتی که نفهم وایستادم بدی دیگه. خب هنوز میمالونه به اون نم. خیلی انصافا قشنگ میشه. یعنی خب نمیتونم بدورم از بیرون. یه سوژه دست عادت لازم عادت بعد آدم رو نابود میکنه. جدی رو اینو برسیم بشه. وای 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 چرا وای میسه؟ آروم شل کن. بیا بیا رفت دیگه. کنم خیلی ممنون که نگاه کردی. اگه نگاه کردی تا آخر ممنون میشم ساب یا لایک کنی اگه دلتون خواست. مثلا اجباری نیست توی کار. همین دیگه. مواظب خوبیاتون باشید.